سلام، خوبی آقا؟ بله خیلی خب بگو ببینم قراره چیکار کنی؟ چه تغییر بدیم برای دماغت؟ قرار دماغم تا جای ممکن کوچیک‌تر بشه و اگه ممکنه ظاهرش عوض بشه که این دو گوز داره و افتادگی داره نوکش برطرف بشه. گوز افتادگی برطرف بشه و و سایزش هم تا اونجایی که میشه تا جایی که ممکنه کوچیک بشه. بعد بابات گفته طبیعی خودت نیمه فانتزی میخوای. تقریبا بله. خیلی فانتزی نمیگه زده از طبیعی. باشه. خب اینم نتیجه پایان جراحی که من گوز بینی رو برداشتم، افتادگیش رو اصلاح کردم، پهنای بینی رو کم کردم، یه خورده ورم داره، ممکنه سوراخ‌هایی کم بزرگ به نظر برسه که ورمش هم از بین میره. خب خیلی بینی روشن میشه.